سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. آیا می‌دانید فرزندان را در چند سالگی به نماز خواندن امر بکنیم؟ در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: فرزندان خود را در سن 7 سالگی به نماز امر بکنید و در 10 سالگی برای ترک نماز آنها را بزنید و خوابگاهشان را جدا نمایید. روایت ابو داود. به پدران و مادران واجب است تا طرز خواندن نماز و شرطهای نماز را به فرزندان آموزانند و در سن 7 سالگی آنها را به نمازخوانی تشویق و ترغیب نمایند و وقتی که به سن 10 سالگی برسند و نماز را ترک بکنند، برای ترک کردن نماز به والدین اجازت است که آنها را بزنند تا فرزندان درک کنند که نماز چیزی مهم بوده است. به این خاطر برای ترک نماز پدرم یا مادرم مرا زد. این یک درس است تا که آنها نماز را ترک نکنند. شاید بعضی ها گویند که برای چی زنیم؟ شما برای شکستن یک چیز یا برای آن که فرزندان گپی شما را نمیگیرند آنها را میزنید؟ خیلی نه؟ بله میزنید. پس برای چی برای ترک نماز نمیزنید؟ حال آنکه نماز امری مهمتر است. و این سبب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تنها برای ترک نماز به ما اجازه دادند که آنها را بزنیم و برای شکستن چیز پیامبر به ما امر نکردند که آنها را بزنیم. تنها برای ترک نماز به ما اجازه دادند، چون وقتی که آنها برای ترک نماز زده می شوند آنها درک می کنند که نماز امری مهم بوده است و هیچگاه آن را ترک نمی کنند. اول اینکه باید آنها را با خوبی بفهمانیم که نماز امری مهم است و هیچگاه نماز را ترک نکنید. و اگر سخن ما را گوش نکردند، نماز را ترک کردند، می توانید برای درس، برای عبرت شدن تا که در آینده ترک نکنند آنها را بزنید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.